شوروالی کابل همه ساله پروژه انکشافی خود را داره، به خاطر که ما بتانیم خدمات بهتری را در شهر برای شهروندان ارائه بکنیم. این پروژه ها تقسیم شده بر ساخت‌ساز سرک‌های جدید، پل‌های هوایی جدید، کانال‌های جدید و دیگر تأسیسات عامه که در یک شهر نیاز است. با توجه به این موضوع باز هم در شهر کابل ما و شما ساحات بسیار مشخصی را داریم که ساحات غیر پلانی است. یا مو بحث معروفی که همیشه وجود داره، شهر کابل در حدود 70 الی 75% غیر پلانی رشد کرده. مکلفیت شوروالی کابلی است که ماستر پلان در شهر کابل تطبیق بکنه و مسیرهای اساسی سرک‌های که اونا سرک‌های 20 متره و 30 متره و 60 متره است او را تطبیق بکنه، البته در ارزهای مختلف. اما هنوز هم مشکل ساحات مشخصی در شهر کابل که اونا غیر پلانی هستن حل نمیشه. به خاطر حل از این مشکل یک ریاست مشخص در چوکات شوروالی کابل وجود داره که ریاست وظیفهش هسته که در دو محور و یا در دو حوزه و یا در دو بحث اساسی به خاطر پلانی ساختن ساحات غیر پلانی فعالیت بکنه. بحث اولی که وجود داره تنظیم مجدد زمین هست و بحث دومی که وجود داره انکشاف مجدد زمین هست. انکشاف مجدد زمین به زبان ساده اگه براتون بگویم به این معنا که زمین‌های مختلفی در یک ساحه وجود داره، اضلاعشان نامنظم هست، اشکالشان نامنظم هست، یعنی به شکل چهارکنج نیستن و حالتهای مختلف را داره. در بحث انکشاف مجدد زمین تمام زمین‌ها تبدیل به یک توته زمین میشه. دو بلند منزل ساخته میشه که در اونجا هم سایه سبزشان مشخص باشه، هم پارکینگشان مشخص باشه، هم ساعات خدماتی و دیگر نیازمندی‌هاشان مشخص باشه و متناسب با فیصدی زمین هر فردی که شامل این ساختمان یا بلند منزل شده برشان آپارتمان داده میشه که او در جای مختلف شهر عملاً جریان داره و در این بحث همکاری مردم شدیداً ضرورت هست. بحث دومی که ما شما داریم یا حوزه دومی که ریاست کار میکنه در بحث تنظیم مجدد زمین کار میکنه. در بخش تنظیم مجدد زمین یعنی که زمین عملاً وجود داره در ساحه و با تنظیم کردنش میتونیم او را به ساحه پلانی تبدیل بکنیم. یعنی عملاً فعلا سرک خوب نداره، ساعات خدماتی خوب نداره، ما تنها کار را میکنیم این است که 1% مشخصی از زمین شهروند را که اونا با همکاری خود در اختیار ما قرار میده او را تبدیل میکنیم به سرک و ساحات عامه که در این بحث هم همکاری مردم شدیداً ضرورت هست و اصول و قوانین شوروالی کابل همین را میگه که یک نفر وقتی یک زمین نامشخص داره در بحث تنظیم مجدد زمین، شهروند یا مالک زمین مکلف هسته که 1% مشخصی از زمین خود را که در پروژه‌های مختلف فرق میکنه در اختیار شوروالی قرار میده و شوروالی برای شرک‌های پلانی جور میکنه و ساحه را پلانی میسازه. یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی که ما در داخل شهر کابل داریم همین است که هنوز ساحات غیر پلانی شهر بسیار زیاد است و با توجه به اینکه شوروالی کابل ماستر پلان در شهر تطبیق میکنه و در کنارش با استفاده از روش تنظیم مجدد زمین و انکشاف مجدد زمین میخواهیم به هدف نهایی که شهر کابل باید یک شهر پلانی باشه با او برسیم. و تکرار میکنم که این موضوع کاملا اصولی و قانونی هسته و بر اساس اصول و مقررات شهروندان مکلف هستند که 1% مشخصی از زمین خود را در اختیار دولت قرار بدن، نه به خاطر یک شوروالی کابل را برای منزل یا دیگه استفاده تجارتی بکنه، صرف به خاطر تاسیسات عامه که به خاطر همین کسایی که در مساحه هستن ساخته میشه. مشخص ترین تاسیسات عامه که ما شما داریم مسئله سرک است و دیگر تاسیساتی که شهروندان بتونن در اوجا با خیال راحت زندگی بکنن. فلهذا از تمام شهروندان خواهش مایی است، خصوصا کسایی که در اوجا مسئله تنظیم مجدد زمین یا انکشاف مجدد زمین شوروالی کابل داره، با شوروالی تان همکار باشین و شوروالی کابل مکلف است که ساحات غیر پلانی شهر را پلانی بسازه که تمام اینها در یک جمله خلاصه میشه: همکاری مردم، همکاری همگی شما را میخواهیم که بتانیم شهر کابل را شهری مدرن، پیشرفته و با خدمات شهری خوب بسازیم.